برداری باشه؟ شما خیلی لطف دارین، ازتون ممنونم. اینو همینجوری نمیگم علی جان. اگه اجازه بدین میخوام آماده شم برم بیرون. باشه. این آخرین دورته. کاری مشترک از سایت‌های دانلود فیلم 1448 و مووی باز. ببین منو. واو. به خاطر صبح معذرت میخوام. آخه من سحرخیز نیستم. نه اینکه ظهر و شب خیلی خوبی. میری کنار کشتی؟ آره میرم کنار کشتی. پیاده که نمیتونی بری. از اینجا سوار مینیبوس میشم. خیلی خسته میشی، از من گفتم بود. پس کلات مال منه؟ تو چی کار میکنی؟ مرتی که یوزی. ببین منو، اگه با سرعت بری و به کشتنمون بدی اون طرف حسابتو میرسم. یعنی برای جونمی. Kimseler anlamaz, bir tek ben ağlarım. Kimseyi bağlamaz, bu yükü ben taşırım. Sanma tek gün bile vicdanım sızlamaz. Olan olmuş bir kere, bu kader silip baştan yazılmaz. Ne ileriye ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok. İleriye ne de باید با هم حرف بزنیم. terk et Allah aşkına. Beni azar et. Ne ileriye ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok. Ya beni de al ya da şuraya terk et Allah aşkına. Beni azar et. ببخشید من اینجا گلدونامو گذاشته بودم. صبح اونا رو برداشتیم. میشه علتشو بدونم؟ علتشو منم نمیدونم گانش خانم، چون رهنه خانم فرمودن. خب پس کجا گذاشتنشون؟ بفرمایید نشونتون بدم. ای وای اینا که اینجا میمیرن. این تفلکیات باید نور بخورن، اکسیژن میخوان. اگه میخوان برشون گردونیم سالن. اگه زحمتی براتون نمیشه اینا رو حداقل ببرین اتاق سلین. اونجا حداقل یکم نور میخورن. هر جوری که شما بخواید. ای عزیز من آخه. خوبی؟ یواش یواش. میخوام کلات در بیارم. آروم باشه. دستت که چیزش نشد. پا چطور؟ اینجاهات. نه
خوبم. باشه بیا. وایسا، به خدا تقصیر من نبود. ترمز درسته تقصیر منه. داشتی به کشتنمون میدادی. تو خوبی؟ خوبم. اگه به خاطر علی اومدی؟ به خاطر علی نیومدم، به خاطر گونش اومدم. راستی مبارک باشه. تو همیشه همینجوری بودی مگه نه؟ درسته؟ یعنی هرچی که تو فکرته در اصل برعکسش رو گفتی. یعنی الان که گفتی مبارک باشه معنیش میشه برین به جهنم مگه نه؟ درسته؟ چرا باید زندگی تو برا من مهم باشه ها؟ تو چی میخوای از گونش؟ چی میخواستی بخوام از گونش؟ پس برای چی فکرشو به هم میریزی؟ هالوک داری چرت و پرت میگی. واقعا من کار و زندگی دارم. برو از اینجا. انگیزت چیه؟ حسودیت میشه؟ ها؟ نمیخوای خوشبخت بشم؟ چیه سویلای چیه؟ خیلی دلت میخواد بدونی چه حسی دارم؟ باشه، هر چی تو بگی. حالا که من برعکس فکرامو به زبون میارم، پس اینو بدون هالوک. من از تو خیلی متنفرم. حالا شد هالوک. واقعا دلم برات میسوزه. خوبی؟ تو دیگه کی هستی؟ تو این کار کردی؟ تو پشت موتور این پسر چی کار میکنی؟ Ya kıza bir şey olsaydı? تا چی؟ این یه حادثه بود ساواش. مثل احمقا میخواین جر و بحث کنی؟ ممکن بود دختره بمیره مرد. نمیدونستم که دخترم سوار میشه. تو انتقام خواهرتو اینجوری میخوای بگیری؟ تو با ما این کارو کردی؟ این به تو ربطی نداره. یعنی چی به تو ربطی نداره؟ تو با همون این کارو کردی؟ ساواش زنگ بزن به پلیس بیان اینو ببرن. زود باش زنگ بزن. پلیسا ساواشو میبرن. چی میگی تو؟ این خواهر منو کشته. این چی میگه؟ این آدمو نمیشناسی. این آدم یه قاتله. امروز اگه خواهرم زنده بود 18 ساله میشد. ساواش من خیلی خطرناکم دختر. اگه بخوای میرسونم جایی که میخوای بری. تو چی هستی؟ جغد شوم گم شو. ازم فاصله بگیر. ببینین پیشنهادم هنوز سر جاشه. تو چه هنوز ما رو ندیده. بیاین بریم یه کار دیگه بکنیم. چی شده؟ اگه دوست دختر سابقه تا رو با من ببینه ناراحت میشه؟ این که چه حسی بهش دست میده مهم نیست،